اگر دوست دارین که زبان انگلیسی را سریعتر و تیزتر یاد بگیرین، این ویدیو برای شماست. امروز 10 بهترین روش به خاطر یادگیری زبان انگلیسی را براتون مرور میکنم. سلام دوستای عزیز، حسیب نوری هستم و به لینگو حسیب خوش آمدین. دوستای 10 روش برای ما بسیار کمک کردن و مطمئن هستم که اگر شما هم از این روش ها به خاطر یادگیری زبان انگلیسی تان استفاده کنین، بسیار زود سطح مهارت های زبان انگلیسی تان بلند خواهید برد. روش های سوم و پنجم برای ما بسیار زود کمک کردن، اما یک روش دیگر که نو پیدا کردیم او را هم براتون میگم. پس میریم و شروع میکنیم. دوستا اولین کاری که میکنین این است که تمام چیزتان انگلیسی بسازین. از موبایل گرفته تا اپلیکیشن فیسبوک، اینستاگرام، تمام چیزایی که در موبایل، در کامپیوتر، در هر چیزی که روزمره استفاده میکنین او را انگلیسی بسازین. این براتون کمک میکنه که لغات و کلماتی که در اپلیکیشن ها می باشه او را یاد میگیرین و به شکل امری انگلیسی یک کم کم بلد میشین. مثلا لغات مثل cancel، مثل proceed، مثل okay، مثل I accept، I agree، این چیزا رو شما میتونین که بلد شوین و کم کم به شکل امری انگلیسی خودتان بلد بسازین. دوم کار که میکنین این است که با دوستان نزدیکتان انگلیسی صحبت میکنید. با دوستایتان، با اعضای فامیلتان و یا هر کسی که براتون نزدیک است به همراه زوم میتونین که انگلیسی صحبت کنین. اگر این کار براتون مشکل است میتونین که در گروپ های فیسبوک، در چت روم ها، در این چیزا عضو بشوین و میتونین که در اونجا انگلیسی چت کنین، یا ای که میتونین همراه کسای دیگه که همراه شما انگلیسی گپ میزنن ویدیو کال کنین، یا ای که همراه اونا دوست شوین و در مسیج انگلیسی صحبت کنین. کار سوم که میکنین این است که روزمره انگلیسی بیاموزین. وقتی که یک چیز را در یک جای میبینین، میشنوین، زود که یاد بگیرین، در ذهنتان بگیرین. وقتی که کلمات روزمره را میشنوین، در ذهنتان او را به انگلیسی ترجمه کنین. اگر فیلم، سریال و غیره چیزا علاقه دارین، او را میتونین که به زبان انگلیسی ببینین. تمام این کارا براتون کمک میکنه که محیط براتون یک کمک ذره در طرف انگلیسی شوه و محیط انگلیسی براتون ایجاد شوه. چهارمی که در سابق یا در چند سال قبل مردم برای ما میگفتن که شما به رادیو گوش کنین، به رادیوی بی بی سی گوش کنین و غیره. اما امروز به رادیو کی گوش میکنه؟ در این شما میتونین که به پادکست های انگلیسی گوش بدین. پادکست های مثل ELS و بی بی سی لرنینگ انگلیش میتونه که بر شما بسیار کمک کنه. پنجمی که فیلم و سریال زیاد ببینین. روزانه هر روز یک فیلم، یک سریال قسمت چه ببینین. بسیاری کسا میگن که وقتی که فیلم و سریال میبینی حتی زیرنویس شام به انگلیسی روشن کو، به خاطر از اینکه برات کمک میکنه. اما روشی که ما بسیار زیاد دوست دارم این است که فیلم بدون سابتایتل میبینم. زیرنویسش کاملا روشن نمیکنم و او را بدون زیرنویس تماشا میکنم. چی فیلم میبینم، چی سریال میبینم، یا هیچ که هر چیزی که میبینم. دلیل از این است که وقتی که ما فیلم میبینیم مغز ما شما برای آموزش، برای آموختن آماده نیست. او میخواد استراحت کنه. یک قرار که بشینه یک فیلم سعی کنه. پس وقتی که ما میشینیم یک فیلم سعی میکنیم، فوکس ما باید تمامش بالای لیسنینگ باشه. ما باید دقیق عمیق داخل فیلم شویم و ببینیم که کاراکترها با یک دیگه چی میگن. او را کوشش کنیم که بشنویم به جای از اینکه زیرنویس بریم بخونیم. پس ما اول بدون زیرنویس یا سابتایتل میبینم فیلمای ما. و هر وقتی که عاشق یک فیلم میشم او بسیار خوشم میاد و او را بار بار میبینم. وقتی که بار دوم، سوم، چهارم میبینم او را میشه که بعد از او سابتایتلش روشن کنم و بعضی لغات را که نفهمیدیم در دوره قبل او را میتونم که ببینم و یاد بگیرم. ششمی که روزانه همراه خود انگلیسی گپ بزنین. هر روز مدت 5 دقیقه 10 دقیقه پیش روی آینه استاد شوین و همراه خود انگلیسی گپ بزنین. اما مهمی است که به صدای بلند انگلیسی صحبت کنین و این براتون کمک میکنه که عضلات دهان یا عضلات گلوتان با صداها و حرکات انگلیسی آموخته شود. هفتمی که به سوالات روزمره به انگلیسی جواب بدین. همراه خود یک لیست از سوالات روزمره را تهیه کنین، مثل How are you? How was your day? How do you feel? What do you want to do? What's your plan for today? و غیره. همین رقم سوالا را براتون لیست کنین و هر کدامش به صدای بلند جواب بدین. هشتمی که از فلش کارت ها به خاطر یادگیری لغات و کلمات استفاده کنین. روی یک صفحه کاغذ لغت نوشته کنین و هر طرف دیگهش معنایش نوشته کنین و او را میتونین که روزانه استفاده کنین و لغات و کلماتی که همراهش مشکل دارین روزانه او را یاد کنین و به ذهنتون بسپارین. هر وقتی که سطح انگلیسی تون بالاتر رفت شما میتونین که لغات از انگلیسی به انگلیسی نوشته کنین، یعنی معنایش به انگلیسی یاد بگیرین. او رقم بیشتر براتون مهارتایتون بلندتر میبره. نومی که اول شما باید روی 1000 کلمه پرکاربرد انگلیسی کوشش کنین. شما میتونین که این 1000 لغت هم از گوگل پیدا کنین، یا ای که کتابش برین بخرین، یا ای که ما در چینل این 1000 لغت براتون آهسته آهسته در ویدیوهای آینده نشر میکنم. گپ دوم می است که شما میتونین که گرامر بسیار ساده و آسان یاد بگیرین.
ضرور نیست که شما بالای گرامرهای بسیار پیچیده و مغلق فوکستان را زیاد کنین. فقط میشه که زمانهای اصلی را یاد بگیرین و روی زمانهای اصلی فوکستان نکنین. مثلا زمان حال ساده، حال جاری، گذشته و آینده. یعنی می 4 زمان را یاد بگیرین و دیگه‌ایش آهسته آهسته شما میتونین در آینده باز یاد بگیرین. اول فوکستان شما بالای می 4 زمان اصلی داشته باشین. دیگه ای که گرامر و قواعد صحبت روزمره نسبت به گرامر کتابی فرق میکنه. شما کوشش کنین که همون شکل یا قواعد جمله سازی شکل روزمره که استفاده میشه او را زیادتر رویش فوکس کنین و اسپیکینگتان یا مهارت گفتارتان بیشتر رویش تمرکز کنین. و چیزی که شما را کمک میکنه ای است که شما زیادتر انگلیسی گوش کنین، فیلم ببینین، سریال ببینین، رادیو گوش کنین و هر چیز دیگه که میکنین زیاد گوش کنین و بالای تکلم و صحبت از اونا زیاد تمرکز کنین. 11 که یک کتابچه همراه خود داشته باشین یا ای که از موبایلتان استفاده کنین و هر روز افکار خود 1 2 خط 3 خط 4 خط 5 خط نوشته کنین. به خاطر از اینکه نوشتن که هست اولین قدم به خاطر صحبت کردن است. یعنی ای که وقتی که شما نو انگلیسی را یاد میگیرین ذهن شما قدر تیز نیست که زود که یک جمله را براتون بسازه و براتون به خاطر گفتن او را آماده بسازه. اما وقتی که نوشته میکنین آهسته آهسته ذهنتان جملات و کلمات یک جایی کده همراهش یک جمله میسازه و شما آهسته آهسته عادت میکنین که شکل جمله سازی را یاد بگیرین. روش نوی که ما یاد گرفتیم می است که از اپلیکیشن کال انی استفاده کنین. کال انی یک اپلیکیشن تلفن است که شما میتونید در موبایلتان نصب کنین و این اپلیکیشن از تکنولوژی هوش مصنوعی یا AI استفاده میکنه. این اپلیکیشن هم میتونین شما مثل یک دوست پیش رویتان بانین، انگلیسی هم روش صحبت کنین و او براتون جواب میده. حتی ازتون سوال میکنه که شما چطور هستین، چیکار میکنین امروز. بسیار یک اپلیکیشن جالب و خوبش است و فری است. شما میتونین که یک بار رو امتحان کنین. به همین سادگی میتونین که مهارت انگلیسی تان بسیار زود و سریع بالا ببرین. اگر میخواین که 100 جمله امری را در زبان انگلیسی با تلفظ دقیق امریکاییش یاد بگیرین، این ویدیو دیگر را براتون آماده ساختیم، برین و ببینین. تشکر از توجهتان. ان شاء الله که در ویدیو بعدی میبینیم.